سلام دوستان خوبمون. السلام علیکم خواهر. اکنون دوستی را جستجو داریم ما، از امانه گفتگو داریم ما. چون هر وقته بله، موضوع ما دوستی است. دوستی حقیقی کیست؟ دوست داریم در روند حیات یا در زندگی ما که همیشه در مشکلات ها همراه ما هست و خوشحالی خوشبختی ما را دیده میتواند، پس او دوست واقعی ما شده میتواند. فهمو، ولی باز چگونه میتوان این را درک کرد؟ دوستان واقعی را نه تنها هنگام غمگینی ها بلکه هنگام خرسندی ها و شادی ها نیز میتوان شناخت. چگونه؟ دوست واقعی ما اگر باشد شادی های ما را دیده میتواند و اولین شده بر ما تبریک میگوید. اما اگر دوست واقعی ما نباشد پس او از شادی ما حسادت میکند و نمیتواند این خوشحالی ما را درست درک کند. باز کدام دوستان حقیقی بوده میتواند؟ در روزهای سخت، در روزهای مشکل، دوستانی که کنار ما هستند و دستگیری ایموشنالی یا احساسی بر ما بیشتر میکنند، پس آنها دوست واقعی ما شده میتوانند. فهمو، اکنون لطفاً میگفتید که ما کدام نمودی اشخاص را دوست نباید حسابیم؟ نفرانی که یک یا دو مرتبه از خفای ما در پشت سر ما حرف میزنند، پس این آدمانی هستند که این کاتگوری آدمانی هستند که هیچگاه با ما دوست نبودند و نخواهد شد. پس اینها که هایند؟ اینها تنها با نام دوست هستند، چون که دوستان واقعی همیشه در نبود ما هنگام اشتراک نداشتن ما را حفظ و حمایت میکنند و آبروی ما را آبروی خود میدانند. یعنی از این خلاصه کردن ممکن است که چون این خصلت ها را ما مشاهده نکردیم. نفرانی که یک یا دو مرتبه ما را در نزد عموم تحقیر و تنقید میکنند و بعدا در پیش خودمان میگویند که این خطا و اشتباه بود، پس حتما این کاتگوری آدمان دوست ما نیستند و از این آدمان باید فاصله گیریم. سپاس. پیدا کردن دوستی حقیقی از خصلت‌های ما یگان وابستگی دارد؟ بله، از خاراکتر و خصلت‌های ما وابستگی عمیق دارد. یعنی چه خیلی؟ وقتی ما نفری را می‌بینیم که آن نفر به ما پسند است، آن نفر خصوصیت‌های خوب دارد و ما می‌خواهیم که با آن نفر ارتباط داشته باشیم یا رابطه دوستانه داشته باشیم، پس یک مرتبه باید که از نزدیک با او هم صحبت شویم و وقتی که می‌بینیم که همان نفری که ما می‌خواستیم این همان آدم است و مناسبت صمیمی نیز نسبت ما دارد، پس ما می‌توانیم پیشنهاد دوستی کنیم. یعنی اگر می‌دانیم واقعا شخصیت کامل است و تا اندازه برای ما پسند است، پس در این حالت ما پیشنهاد دوستانه می‌کنیم و می‌توانیم آن نفر را دوستی خود قبول کنیم و با همین حقانیت دوستی اثبات می شود. اما واقعی و غیر واقعی بودنش این در روند حیات و در روند دوستی ما معلوم می شود. فهمو، ولی رفتو اگر آنها دوستی حقیقی نباشند چی؟ ما چگونه می توانیم از آنها کنار جوییم؟ وقتی که ما درک میکنیم که دوستان نانی و زبانی هستند، نه دوستان جانی، یعنی نه دوستان واقعی، پس باید فاصله گیریم و آهسته آهسته مناسبت ها را کم کنیم. معامله و معاشرت را وقتش را محدود کنیم. مثلا پیشتر هفته یک یا دو مرتبه وا می‌خوردیم، اکنون آهسته آهسته یک بارانه و آهسته آهسته خودمان را از آن نفر فاصله گیریم. حتما به این نوبت میگیریم و بیایید باز سوال دیگر را پیشنهاد میکنیم. داشتن دوستی حقیقی به آرامی زندگی و موفقیت های ما تا چه اندازه تاثیرگذار است؟ داشتن دوستان واقعی به حیات و زندگی ما خیلی تاثیرگذار است، چون که محض دوستان واقعی سبب می شود که استرس های ما قسمت شوند، حالت افسردگی ما کمتر شود، مشکلات هایمان را ما به میان میگذاریم. فهمو، دیدید داشتن دوستی حقیقی تا چه اندازه به حیات ما تاثیر میرساند؟ حتی به خوشبختی ما نیز دوستان واقعی تاثیر میکنند. انسانی که به دوست است مثل یک نفری که خودش را دائما تنها احساس میکند، اما نه شماره زیاد. چرا؟ چون که شماره از معیار زیاد دوستان ما واقعی و غیر واقعیشان را فرق کردن نمیتوانیم. اما دوستان واقعی داشته باشیم و با آنها غم و دردمان را شریک کرده توانیم، پس این آدمان همیشه در حیات ما نقش اساسی را باید داشته باشند و همیشه این گروه کاتگوری و گروه آدمان را باید احتیاط کنیم، چون که این نفرانی هستند که در هر لحظه آماده هستند به ما کمک نمایند و ما را در سخت‌ترین لحظات زندگی تنها نگذارند. خیر. حق است و راست.
саломат бошед. бисёр чизҳоро рӯшан намудем ва акнун назарсанҷиро шурӯъ мекунем. мо аз мардуми сину солашон гуногун пурсидем то ин ки пурсуков ҷолиб ва дақиқ ояд. шумо дӯстони зиёд доред? шумо гап доред? мо гӯш кунем. خدا شکر دارم. بله. بله. خانه ها هستند، رفیقای هستند. بسیار داریم رفیق. بله. بله بله. دوستان؟ бале. بسیار. دار؟ بله. های بسیار داره. اون سوابا جواب ندادند کو؟ بسیار داریم ها؟ ها. ها. همسفرامون با بیرون میبریم بیرون до дугонаҳомон. بله. Ну как вам сказать, ну нормально. نه. با دوگانو شریکا بکنم بابا نگاه کنم بابا خمسیس نگاه. آه. بله. نه ما هر سه ما جورای دوستیم. ما دستیم در قطعی همه رفیقامون جورای اگون جورای نداریم. дар якҷоягӣ бозӣ мекунед? همه کسب در مکتب باز میکنیم. баъд байни ҳам ҷанг намекунед? نه جنگ نکنیم. فرزنده ما ممکن میشده. البته. نه دوستان جانی کم. بله. بله بله. بله دوستان ها؟ бале дӯстон, دارم. сипос. дидем ки бисёриҳо рафиқони зиёд доранд, аммо каме андаркам гуфтанд ки рафиқони кам доранд. сипос мегӯем барои кушодабаёнӣ. вале барои чӣ дӯсти кам доред? او برای چی؟ برای کی کمی به منه. همه دارم. دوستی کم دارم. اکنون خیلی کم میشه. البته من از شما خیلی امینت دارم. фаҳмо, вале дигарон барои чӣ дӯстони зиёд доранд? онҳоро чӣ гуна пайдо карданд? ما زیاده از 42 سال کار کردم من. نزدیک به نفقه میبرم. هوای چون روز تا روز با ملاقات با آنها گفتگو هر یک جشن گذشتگی برای یکدیگر گذراندیم برای همه دوستامون. ما خواندیم، دوستای مول داریم. ما این چی آلیگاه خواندیم، دوستانی کلان مال داریم. ما خدمت کردیم. اولی در حقیقت وقت در کارخانه کار کردیم. Общий язык нашли как-то. با راه علم آموزی دانش با آنها در محفل ها چاره‌بینی ها با آنها همچون رابطه دوستی پیدا کرد. رفیق‌ها را با یکدیگر فهمی، با دوستی، با یاردم یکدیگر در کارهایی که مثال دشواریش رفتیم در کنارش ایستادیم. در حقیقت اونها با ما رفیق شدن، شریک شدن، دوست شدن. میرزا ترسونزاده میگه آدمان از دوستی یابند بخت، دشمنی آرد به مردم روزی سخت. در حقیقت دوستا آینه یکدیگران میگه. به دوست بودن مشکلات باید هر من فکر میکنم که یگان انسان نیست که به دوست به رفیق باشه و این غیر امکان است بدن. هم باید یک دوست یک رفیق داشته باشه. یعنی آدمان دوستان زیاد دارن. مثلا مثال رفیق زیاد صحبت با آنها خوب است. رفته میشینیم جمع میشیم یا دیگر کتی صحبت میکنیم وقتی خالیگی مونده. من اون در روز سال به دوست میشه بعد. Ну потому что я хороший друг. من فکر میکنم که هر یک مثال سر کرده از محیط خانه تا محیط همسایه‌داری تا محیط مؤسسه‌ای که یا کارخانه‌ای که در آنجا فعالیت میکنی هر یک انسان باید با یک معامله خوب صاحب دوستان باشد. زیرا دوستی زیاد این نشانه انمون مدنیت بلند انسان است. از دیگ میشی، چقچق میکنی، دنیا میفهمی. در زندگی آدمانی با دل نزدیک تا بسیارتر دوست میگیره آدم. اون شخصیتایی که با دل نزدیک هستند، دباوری هستند، اما دوستان هستند. از مکتب، از دانشگاه، از بیرون. دوست داشتن بهتر است. Ну, у меня в основном друзья все на работе, мои сотрудники. Ну и кроме этого у меня, конечно, есть подруги. Сам курс, جای ایلاوگی، همه جا هم خیلی. пайдо кардед? پیدا کردم. برای که از کودکی ما دوستیم. برای اول. جورای جانی فقط با یکدیگر میگردیم. من که از کورس اول در محیط علمی المپیاد اشتراک میکردم و کتابخانه ملی بسیارتر میرفتم و اکثریت دوستانی که به واسطه من دریافت نمودن این از کتابخانه ملیان اهل علمان بنیاد شخصانی خوبند. از روی عادت خوبم. هم سینفون هم کورسون هم سیاها خیلی مثلا در کودکی مثال با دانشگاه میای با دوستای نو پیدا میکنی. با هر طریق و طریق آشنایی با طریق دانشگاه شو کفایت. بهترین شادم که به زندگی نگاهی نیک دارید. اکنون
بگوید که دوستی حقیقی کیست. دقت کنید، هر کس اندیشه خود را از نگاه خود بیان میکند. دوستی حقیقی جان دوست میشد. برای معامله و گپای خشروت فریبگری نمیکنه. با شما روی راست میگوید، دلش سفید میشد. هر یک انسان از روش معلوم میشود. کنه که суханьгуеш معلوم میشود، دلی پاکش معلوم میشود. Лучший друг тот, который, наверное, все тебе в лицо скажет. Например, какой, если у меня-нибудь дефект или что-нибудь будет, он мне прямо в лицо скажет, что вот так нельзя, неправильно, иди вот так сделай, вот так. Покажет правильный путь, всегда поддержит, всегда будет рядом. دوستانی که در تمام پستی و بلندی و در تمام حالت‌ها در بر ما هستند، اونها را ما می‌توانیم که همچون دوست جانی عمر خیام میگه دوستان سه طایفی اند، گرویدانی، زبانی، اندونانی، اندوجانی. بنانی نام بده از در بیرانش مروت کن با دوستانی زبانی. در حقیقت دوستا سه دستان، طبق گفته عارف بزرگ عمر خیام، دوستا سه دستان و ما باید جدا کرده بتونیم دوستی حقانی را از دوستی زبانی و از نانی. یعنی میگه که اگه دوستی که نانی است برای نام رفیق شده است، میگه به همون خاطر برای نام بده و اختیار رفیقی نکی از وفا نمیبره. و دوستی زبانی هست که در حقیقت ظاهرا خشان همچون دوست رفیق میکنن، لکن در عمل ولیکن دوستی جانی را به دست آور به جانش جان بده گر میتوانی. میگه که شما حرکت کنید، میگه تلاش کنید که دوستی جانی را از دست ندید. زیرا دوستان آینه یکدیگر گفتن، دوستای این برادرم به ما کوشش کردن که دوستای رفیق از دست دادن در کار نیست. دوست باید وفادار باشد در حالتهای سخت با یکدیگر، یعنی به دوستش طرف مقابل یعنی کمک کند. چیزهایی که شخصی دارد باید با او بگوید و او فاش نکند. دوستی حقیقی باید همیشه در برات باشد، همیشه مثالی گپ نگاه کند، همیشه مثال فراموش نکند، خبر گرفته ایستد، زنگ زده ایستد. من همین دوستی حقیقی هست. اگر که دوستی حقیقی باشد باید همیشه با دوست همراز باشد. Ну, чтобы поддерживали в трудную минуту, ну, чтобы когда, например, один плачет, чтобы другой поддержка была. وفادار. با فکر من دوست امان دوستی است که او در پستی و بلندی انسان در بر وی است، او در لحظه های شادی و غم در بر وی است و دوست آن دوستی است، آن شخصی است که وی انسان را به راه نیک هدایت میکند، به موفقیت ها نائل میگردد. هر یک شخصیت با واسطه دوستی که دوستی صادق باشد. دوگانه اگر دوگانه نقص باشه سرت نمیبره اولش. دوگانه بسیاره. ایست که میزنه اینجا غیبت میکنه. دوگانه نانی آبی بسیاره. میگه دوگانه حقیقی نقص دارد. ای کمبودیات مثال که کمبودی داری دست میگیره. نه که بیا خورای با غیبت کنه برای روی دوگانه نمیشه. اوه بیا میگویا. در این سخن شما سخن استاد میرزا توفیق‌زاده بسیارتر به خاطر میآید. دوست آید گرم در آغوش که رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. از ازل رسم و رسوم ما تاجیکان دوستی کردن با یکدیگر است و ما با یکدیگر همدیگر فهمی داریم، در علاقه هستیم و دائما از حال یکدیگر خبر می‌داریم. Она меня очень смешит. Она добрая очень. در همه موردها دوست باید در نزد دوستش ایستد. Но у меня есть подруги, с которыми я дружу уже много-много лет, 20-30 лет есть у меня подруги. Друг, конечно, в первую очередь должен всегда прийти на помощь в трудную минуту, обязательно. Ну, как обычно пословица, друзья познаются в беде. دوست باشه که هم یگان چیزی دریغ نداره. آدمی خوب باشد، با انصاف، راستگوی. دوستی نان بیده از در بیرون میگه. دوستی زبانی همه خیلی خوش رو گپ میزنه و عمل نمیکنه. دوستی جانی مقصد که جانش میتیه. اخیراً در دنیا شما چند نوع دوستی که میگید وابسته به زمان معاصر هستن. مثلا دوستان حقیقی که شما در نظر دارید امروز در فضای معاصر هستی بسیار دوستان مجازی، دوستان علمی، البته دوستان جامعوی
و همه از آنها این یک یعنی که وسیله به همدیگرایی است و یک قسمت دوستان ما به دست آورن در نتیجه اشتراک در آزمون ها است. عالی بشوی نصیب باشد. چرا نی؟ و امروز شکرانه میکنم که سر کرده از منطقه مرغاب تا منطقه برآمدن مثلا ولایت سو از تمام مناطق کشور البته دوستان خود دارم و افتخار می‌ذارم. عالی میشود یا در شهر لیوخند آزمون المپیاد داشته بود وقتی شاگردی خود را بردیم البته همون دوستانی که در نتیجه المپیاد به دست آوردن ما رو به خانه خود دعوت کردن. این همین است یعنی که یک زمینه دوستی یک زمینه جوانی و البته از این چیز افتخار دارم و می‌بالم که دوستان زیاد دارم. شما با موفقیت. دوستی حقیقی باید تمام در پیش دوستش باشد، وقت دستگیری کند. با فکر من دوست حقیقی باید جانی باشد، نانی خیلی نباشد، وفادار، صمیمی باشد، در قول دادگیش ایستد. دوست حقیقی باید همه وقت در برت باشد. دوست حقیقی خیلی باید همه وقت در برت باشد، در چی پسته باشی در برت باشد، در چی بلنده با مشکلی رو برای شما میگریزن که باید خیلی نباشد. دوست حقیقی باید همه وقت در برت انسان باشد. دوستی حقیقی باید باورناک باشد، در همه حالات در بر دوست باشد. دوستی باشد که نابسته از وضعیت در کنار تو باشد. این مسئله تمام. سخنهای خوب شنیدید و البته حقیقت خود را دارند، اما باز هم یک سوال ما برنامه را جالبتر می سازد. لطفاً بگویید شما خود را دوستی حقیقی می حسابید؟ یک گاوگو چی گاو دیگه؟ من به هوای همه وقت خودم رو نزدیک کردن نمیخواهم، چی باکی با همین دوستم میفهمونم من این رو نکردن در کار، من این رو نزدیک نکردن در کار، یک قدمی ناجویا نمام میگم، یک کسی دلش آزار نده میگم. Наверное. اینا من بهاگذاری کرده نمیتونم، لیک شاید دوستی خوب باشه. حرکت میکنم که در حقیقت رفیقای اندکی هم که داشته باشم در حقیقت با آنها رفیقای گویم که حقانی باشیم. گفتگی اما عمر خیام که دوستای زبانی و نانی نباشیم، دوستی جانی باشیم. کم هم که باشد دوستای جانی بودن خیال میکنم بهتر است. کوشش میکنم که هم خیلی شما. بله خود را دوست خود می‌حسابم. البته من با ягон кас хиёнат накардам. Ну, если честно, я считаю, потому что вот я 2 дня в школу не шел. Когда я пришел в школу, все сказали, Маджид пришел. Потому что сам учитель, наш руководитель, сказал, что когда меня не было, было так скучно. Не, он самый веселый парень в классе. Самый всегда. Все время смешит всех. بله، صد البته من کوشش میکنم که سزاوار یعنی نامی دوستی حقیقی باشم. هستم دوگانه بسیار دارم، نغزی میکنیم. تا جایی میتوانستگیم کوشش کردم، اما ایرا از دوستا پرسیدم در کار که بودم یا نه. Не знаю точно, но может быть. بله. راستش را گویید، دوگانه‌تان دوستی خوب هستند؟ بله. هم مستحکم هستند؟ Ну, я считаю, да. Да. بعضی که دوستایی هستن که حقیقی هستیم. اکو بعضی وقت خوب بعضی وقت نه. جرأت خوب دارید ولی ما از دوگانه‌تان میپرسیم دوستی خوب هستند؟ ها بهترین دوست هستین. آخه در همه حالت هستن، همه وقت. چه؟ همه وقت چی دستگیری میکنن، همه طرفه. بله. البته روند دوستی وابستگی داره از دوستم. هنگامی که ما خود صمیمی هستیم البته دوستان صمیمی یافته میتونیم و تا حد امکان کوشش میکنم که دوستی صمیمی و حقیقی آنهایی باشم که به من اعتماد دارن. دستگیری میکنیم، همه وقت در پیشم میستیم، در دشواری خود رایگان زندگی که میشود. نه من هم جورم دیده. بله من حسابم اما دوستانی خوب کم یافت میشوند. بله. واقعا دوستی خوبند؟ بله. دوستی خوب حساب میکنم چون که من دوستی خوب دارم. سپاس فراوان برای جوابها. سلامت باشید. بله تشکر. برنامه‌مان را واقعا رنگین نمودید و مطمئنیم که این نشر برنامه به کل تماشاگران و مخلصان ما یعنی دوستان حقیقیمان پسند آمد. این پایان برنامه نوبتی پرسکاو است و ما امیدواریم که در حیات هر کدام شما شماره دوستان حقیقی بیشتر باشند. زنده باد دوستی. خیر عزیزان. خیر.